سلام و درود دوستان، خیلی خوش اومدین. من محمد محمودی هستم و بازم مثل همیشه آخرین مرحله زامبی رو براتون ویدیو گذاشتیم و اینکه سری فیلم های دیروزه که بهتون نشون دادم، این مرحله قبلیش بدون غول بود، یعنی هیچ غولی تو بازی نبود و این مرحلهش هم تا به حال بازی نکردم. مرحله آخر زامبی است. این داستان این چیه بازی؟ بچه ها نگاه کنین، واقعا ترسناکه اینا. بچه ها باید یه تفنگ بگیرم، تفنگ رو نگیرم که اینا منو میکشن. بریم پارشون کنیم. یا اول پس خب بشین. بچه ها ویدیو بعدی که میخوام حالا فردا اگه بذارم دیگه زامبی بکنم در کاری نیست، چون این مرحله زامبی بیشتر از 4 تا مرحله نداره. یا اول فاز میون دیگه کیم؟ این کش ما رو. بیا امیر، یارو زدن کشتن. دارم میام رفیق. چرا واقعا ترسناکه بازش. صدا کردم آخر رو، صدا هیتفونم زیاد، صدا هیتفون، صدا گوشی رو آخر کردم. بچه ها اومد یا امام حسین. از کجا اومدن؟ چرا کشتمش؟ رئیس زامبیا بود واقعا. یا اوه بچه ها دیگه دیدیم واقعا مرحلهش فرق میکنه. بهمون اسلحه چی دادش؟ اسلحه مال زامبی هست. زامبی که شلیک نمیکنه. بابا خشابم تمام شد. یا اول فاز بچه ها بکنم وقتشه اسلحه رو عوض کنم. این خشاب تمام شده اصلا. باید سریع از اینجا برم. تو رو بعدا میکشم. عجله داری بیارم ببین. یا امام حسین. چرا باید برم دنبال تفنگ که خوب. اینجا کجاست؟ من اومدم خودم هم گم کردم. بچه ها بریم به سوی دشمن. یه هر دو تفنگ رو گرفتم. بچه ها این مرحله هم 8 دوره. 8 دور. الان ما 4 دور زامبی رو کشتیم، 4 دور دیگه مونده.
بچه یه هشدار یا همون تذکر بهتون بدم، این ویدیو زامبی و این چیزا خواهشاً به بچه هاتون نشون نده. اونه که متعهدن بچه دارن، واقعا این بازی اصلا برای کودکان نیست. این ویدیو هم نگاه کنی هم بچه هاتون نشون بدین، نبینن بهتر. شب خواب میبینن یا خدا. بچه زامبیاش احضار شدن. درسته زیر پای یارو کجا؟ یا ابوالفضل اینا دیگه کیه؟ یارو کجا؟ Bix Ingram. خب بچه این هم پنجمین، این هم دوباره احضار شدن، این هم ششمین دور. یا ابوالفضل بچه ها حمایت کنین. یا امام حسین. غیب شو باره کنار. به این کنار سلطان اومد. Changing mag. بابا است. آی. Reloading. بیاین پارم کنین. یا ابوالفضل. اینم ششمین دوره. یعنی میرم زدیم. تفنگ موتوری بچه‌ها. 7-8 ماه طول کشید این لژند رو آزاد کنم. به خدا 6 ماه وقت بود. بیایم بچه زره بگیریم. الان منتظر مونه بیام. یا حسین اومد. صدای بازی منم مثل همیشه میبردم که صدام تو ویدیو پخش شد. اومدن مگه؟ یا ابوالفضل
یا اول فاز لاتای بازی هم اینا، لاتای کالاف هم. بیا بچه چقدر خوبم من. چون اینم هشتمین دوره بازی. ای کجا کی اومدی بچه؟ نامری یا اول فاز بمیر یا امام حسین. برو نامری جون ندارم من. در برم از اینجا اصلا بهتره. یا اول هست خوب شدم پول داشتم. نامری بمیر یا امام حسین. یواش چقدر شما وحشین. بمیر بمیر بابا. یا اول فاز بچه ها دیگه آخر خطه اینجا. بمیر این هم بچه ها آخری دور بود. مرحله هم فکر کنم غول باشه حالا نمیدونم. من یارم ریوایو کنم شاید مرده است اصلا اثری اصلا ازش نیست. کجایی تو آخه؟ مرده یارم. اثری از یارم نیست. یارم شاید لفت داده بازی رسن. بچه ها غول داریم دعا کنیم و ببریم مرحله رو. مرحله سومش غول نبود، چهارمش هست. عجیبه. آخرین مرحله زامبی هاست. یعنی دیگه این مرحله دیگه براتون ویدیو نمیذارم دیگه. دعا کن فقط ببرم بازی رو. مرسی. بیا حیف شدم بچه. یعنی هیچ خریدیگه نیست. یارم چی شد پس؟ من اینجا چه غلطی بکنم آخه؟ آقا من از شلیک نکردم به یا امام حسین. بچه ها این مرحلهش سخت تره. وای بچه ها کمک. یا امام حسین. بچه ها یا امام حسین یه زهر خودش رو ریخت. این با اسنایپ نمیتونم به راحتی بزنمش.
زامبیا دور منم. نزن جنیفر لوپز. یا اول بس بعدا میزنم نامردا. الان چه موقع خشاب عوض کردنه بابا؟ این وحشیه میزنه. غارت میکنم. ای روح خبیث دور شد. یا ابوالفضل. وای واقعا بد زد. بچه‌ها بمیر. اومدم انتقام بگیرم. ولت نمی کنم که. اگه اجازه بدین. یا حسین کرونا شو بود. زهر مار بتمک سر جات. یا ابوالفضل بچه اومد. وحشی شد. هار شد. یا امام حسین. وای 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 وحشی شد بچه ها. وحشی شد. داره گاز میخواد بگیره. تو دهنمو سرویس کرد. خشابم تمام شد. یا امام حسین. شو باید برم خشابمو چک کنم من اینجا. گم یا ابوالفضل. اوی چه خبرته؟ گاز میگیری؟ یا امام حسین اومد بچه ها اومد. من اینجا. اوی بچه ها بال پیچید دهنش رو سرویس کردم. زهر مار.
گم شو بابا. وای بچه ها یه کوچولو جون داره. بچه ها اومد. بچه ها وحشی شد. بچه ها غلط کردم واسه این بازی رو دارم شروع میکنم. اینا رو بکشم. اومد بچه دبیرستانی شو برده سمت من. بمیر کشتمش. تمام بچه مرسی که این ویدیو تا آخر دیدین و مثل همیشه لایک قشنگتون رو بذارین و لایک هم لایک و با کامنت قشنگتون هم مثلا. مرسی که این ویدیو تا آخر دیدین. شبتون خوش.